پاکستان اعلام کرده که گذرگاه‌های ترخم و چمن را تنها برای کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل بازگشایی می‌کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه امارات اسلامی بسته شدن مسیرهای تجارتی از سوی پاکستان را برخلاف اصول بین‌المللی و با هدف فشار اقتصادی بر افغانستان می‌داند. آیا بازگشایی گذرگاه‌های ترخم و چمن از سوی پاکستان می‌تواند گرهی از چالش‌های تجارتی افغانستان را بگشاید؟ سلام، به خبر 6 از یک خوش آمدید. در این مورد بیشتر بحث می‌کنیم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین‌الملل که از طریق نت با ما وصل هستند. سلام آقای مرتضوی، شما را به بس خوش آمدید میگم. بازگشایی ترخم و چمن می‌تواند مشکلات اقتصادی دو کشور را کاهش دهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما، خدمت دستاندرکاران و خدمت مخاطبین برنامه تان. ببینین، بحثی که وجود داره، البته نفس بسته ماندن هم مرز اسپین بولدک، هم مرز چمن، هم مرز ترخم، این میتونه ضررهای زیاد داره به همین شکلی که در 2 ماه این مرزها از آدرس حکومت نظامی پاکستان یعنی آیسای پاکستان بسته مانده. ضررهای قابل توجهی را هم برای مردم افغانستان این طرف مرز در جغرافیای به نام افغانستان ایجاد کرده و هم مشکلات و محدودیت ها و گرانی قیمت ها را در اون طرف مرز در جغرافیای پاکستان ایجاد کرده. در مجموع وقتی که بحث قطع مسائل ترانزیتی تجارتی باشه، این میتونه که اقتصاد شکننده بسازه در هر دو طرف، خصوصا در وهله اول برای مردم ها، هم برای مردم پاکستان مشکلات ایجاد شده، هم برای مردم افغانستان. اما در خصوصی که مرز که قرار هست باز شود و خصوصا صحبت‌هایی را که آیسای پاکستان با نماینده جامعه اروپا کرده است در خصوص باز شدن بازگشایی مرزهای مثل اسپین بولدک و چمن و ترخم، من فکر میکنم که این یک کار خوب هست. این میتونه که تأثیرات ملموس مطلوب و تأثیرات مثبت خود روی روند ترانزیت افغانستان و پاکستان سریعا بگذاره. گرچه که حالا محدودیت های وجود داره به اون شکلی که آیسای پاکستان در مجموع حکومت نظامی پاکستان این بحث مطرح کردن که فقط به خاطر کمک های بشردوستانه‌ای که از آدرس جامعه غرب برای مردم افغانستان صورت میگیره، دونرها، مؤسسات خارجی که از مسیر و از معبرهای پاکستان کمک های وارد خاک افغانستان میشه، برای اینها این مرز باز میشه، این هم میتونه که یک نتیجه خوب را داشته باشه. اما یک بحث نباید فراموش شود، عبارت از این است که تقاضای همه مردم افغانستان، نظام کنونی که فعلا در افغانستان امارت اسلامی طالبان هستند، تقاضای همه در مجموع این هست که از این مرزها استفاده صورت نگیره، از این مرزها استفاده سیاسی صورت نگیره و این مرزها را اهرم فشار برای مردم افغانستان قرار نده که به متاسفانه در همین 2-3 سال، خصوصا در این 3-4 ماه و در مجموع در محدوده 20 سال 2 دهه هست که آیسای پاکستان همیشه از این مرزها استفاده کرده و بسته کردن مرزها را یک اهرم فشار برای مردم افغانستان و بر حکومت هایی که در افغانستان بوده است قرار داده. اون چیزی که مهم و اساسی است من میخوایم اشاره کنم که خب بحث ترانزیت، مسائل اقتصادی و مسائل این مرزها نباید که در حوزه سیاسی قرار بگیره. یعنی هر زمانی که مشکلات را آیسای پاکستان با حکومت هایی که در افغانستان است، با حکومت کنونی که امارت اسلامی افغانستان هست، اینا اگر چالش های بینشان ایجاد میشه یا یک فضای تنش‌آلود سیاسی یا میایم در بعد نظامی چالش ها و شکنندگی های ایجاد میشه، حالا نباید که مرزها بسته شود. من هدف من این است که اگر قرار است که این مرزها باز شه، حالا در این مقطع فعلی به شکل یعنی محدود این مرزها بازگشایی میشه و ما امیدوار هستیم که این مرزها به شکل وسیع باز شود. در هر روز
$2 میلیون با بسته بودن این مرزها برای تجارهای افغانستانی ضرر وارد میشه و 3 تا 4 میلیون دلار هر روزم برای تجارهای پاکستانی وارد میشه. باید که یک ضمانت وجود داشته باشه که از این مرزها در مسائل سیاسی استفاده نشود. تشکر. آقای مرتضوی، به نظر شما بازگشایی این مسیرهای تجارتی میتونه زمینه ساز حل اختلافات سیاسی میان دو کشور شود؟ به هیچ عنوان. من فکر میکنم که مؤلفه های بزرگتر در خصوص تنش های بین پاکستان و افغانستان وجود داره، اما بحثی است که خب پاکستان از زمان تأسیسش از 1947 تا به اکنون، یعنی در حدود 70 سال، بیشتر از 70 سال، یک همسایه نامطلوب با مردم افغانستان، با ملت و با حکومت هایی که در افغانستان بوده اینا بودن. همیشه پاکستانی ها متاسفانه برف بام خودشان روی برف بام افغانستان انداخته. 3 تا مؤلفه اساسی که این مشکل های زیاد را به بار آورده و همیشه حکومت نظامی پاکستان مشکلات عدیده را در قضایای افغانستان، در امورات داخلی افغانستان ایجاد کرده است. یک مسئله که از خط فرضی دیورن هست که این یک بحث تقریبا ناتمام شدنی هست و یکی از بحث‌های جنجال برانگیز برای آیسای پاکستان بوده است و بعد از زمان معاهده گندمک تا به اکنون. و بحث دومی که وجود داره خط ترانزیتی پاکستان از جغرافیای افغانستان با کشورهای آسیای میانه هست، با ازبکستان و قزاقستان و ارمنستان و تاجیکستان امثال همین کشورها. و در کنار از بحث سومی که وجود داره و عبارت از این است که حکومت هایی که در افغانستان می آیند، حکومت هایی که می روند، حکومت هایی که در افغانستان می آیند، این حکومت ها به تمام معنا یعنی حکومت هایی باشند که تابع به سیاست های پاکستان در مسائل حکومتداری، ساختارها و بافتهایی که در افغانستان میشه، باید اینا همگرایی را با حکومت نظامی پاکستان داشته باشه. حداقل توجه آیسای پاکستان و تمام تلاش هایشان در بخش ساختارهای سیاسی و حکومتداری که در افغانستان ایجاد میشه و عبارت از است که یک حکومت همگرا، یک حکومت منزوی در افغانستان باشه که بتانه از این حکومت منزوی، حکومت غیر متمرکز و غیر قوی که در افغانستان خاص آیسای پاکستان هست، که حیات خلوت پاکستانی ها در قاعده جنگی که بین پاکستان و هندوستان در صورت پارادایمی که صورت میگیره، باید حیات خلوت جغرافیای افغانستان برای پاکستان باشه و بتواند در کنار از این بحث اساسی که برای پاکستانی ها مطرح است، برای آیسای پاکستان مطرح است، که یعنی در تمام روابط خودش حکومت هایی که در افغانستان اینا عرض اندام میکنن، یعنی تحت شعاع باشه در قضایایی که روابط را با هندوستان برقرار میکنن. بر این مبنا، بر این اساس است که این چالش های اساسی که ایجاد میشه 3 تا مؤلفه است که پاکستانی ها روی این قضایا همیشه پافشاری و تاکیدات خودشان را داره و این سبب مداخله پاکستان همیشه در قضایای داخلی، قضایای سیاسی، قضایای امنیتی افغانستان میشه و در اکثریت از اوقات گروه های نیابتی پاکستان هستند که در جغرافیای افغانستان اوضاع تنش‌آلود میکنه. آقای مرتضوی، با توجه به اختلافات موجود میان دو کشور، افغانستان برای بازگشایی این مسیرها خواستار تضمین شده. آیا پاکستان حاضر به ارائه تضمین می شود به نظر شما؟ ببینید، پاکستان همیشه تعهدات را که بر روی کاغذ انجام داده است و کشورهای سومی که میزبان بوده و پادرمیانی کرده و میانجیگری بین پاکستانی ها و افغانستان کردن، پاکستان همیشه نقض همه تعهدات خودش انجام داده در قبال مردم افغانستان، در قبال حکومت ها و نظام هایی که در افغانستان بوده. این بار اول نیست که پاکستان تعهدات خودش زیر پا گذاشته، با وجودی که تعهدات را در دوحه قطر، یعنی افغانستان با پاکستان، ملا یعقوب وزیر دفاع افغانستان با همتای پاکستانی خودش انجام داد، اما سریعا این پاکستان بود که نقض همه تعهدات خودش کرده. و در کنار از این، در خصوصی که باز شدن و بازگشایی این مرزها، آیا یعنی از این میتواند که نظام فعلی امارت اسلامی افغانستان ضمانت از پاکستانی ها بگیره؟ من فکر میکنم که همچون کار را پاکستانی ها یعنی تمکین نمیکنن که بیاین در قبال خواست مشروع
و خواست بر حق مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان اینا تمکین کنند و یک تعهدنامه یا یک ضمانت را بدن که هیچ وقت دیگر در آینده تنش‌های سیاسی سبب نشه یا سایه افغانی نکنه در قضایای مسائل تجارتی، ترانزیتی، بسته کردن مرزهای بین پاکستان و افغانستان. این مسئله من فکر میکنم یک مسئله بسیار یعنی حساس است برای پاکستانی ها. اونا از تمام توانها و اهرم‌های فشار خودشان وقتی که تنش‌ها اوج بگیره استفاده میکنن و من فکر میکنم متاسفانه که تضمین یا ضمانت پاکستانی ها هیچ وقت حاضر نیستن که برای نظام فعلی افغانستان بدن. بسیار تشکر آقای مرتضوی. اگر بحث امروز خود جمع‌بندی بکنیم، شما آینده روابط افغانستان و پاکستان را در طولانی مدت و کوتاه مدت چگونه ارزیابی میکنید؟ بستگی داره به مدیریت و کارگزاران سیاسی نظام فعلی افغانستان و بستگی داره به یک ایجاد فضای ریفرندوم که نظام فعلی من حیث یکی از مسئولیت‌های خودش این فضا را باز کنه که مردم افغانستان خواست خودش، تقاضای خودش به گوش جهانیان برسانه و اگر مدیریت مناسب و درست صورت بگیره و این مدیریت یکی از مؤلفه هایش یک اجماع ملی در قضیه پاکستان از آدرس مردم افغانستان هست و یک تعریف واحد نیاز هست که مردم افغانستان باید از پاکستان یک تعریف واحد داشته باشند، یعنی شکنندگی یا دولایه بودن و سلایه بودن دیدگاه های و ایده های مردم افغانستان در مقابل پاکستان کار به جای نمیرسانه. باید که دید واحد مبتنی بر منافع مردم افغانستان از آدرس ملت قهرمان افغانستان در قضیه پاکستان ایجاد شه، یعنی یک تعریف واحد ایجاد شه که پاکستان به کدام مرحله است، آیا دشمن مردم افغانستان است یا دوست افغانستان. بحث دیگه که وجود داره یعنی این قضایا را از آدرس یک اجماع ملی حکومت من حیث مسئولین مردم افغانستان به گوش جامعه جهانی برسانه که از گزینه ها و راه های دیپلماتیک قضیه افغانستان با پاکستان حل شود. اگر مدیریت درست صورت بگیره یقینا میتونه که دورنمای خوب را بین پاکستان و افغانستان تصور کرد. اگر مدیریت درست صورت نگیره و با یک برنامه مدون دکترین سیاست های خارجی افغانستان برنامه جامع نداشته باشه، من فکر میکنم به همین شکلی که در 7 دهه چالش های بین پاکستان و افغانستان وجود داشته، این چالش ها باز هم میتونه با تأثیر این مسئله را اشاره میکنم که ادامه داشته باشه. بسیار تشکر. سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل که در برنامه با ما وصل شدید. تشکر. ادامه خبرها. مقام های محلی میگویند شب گذشته بخشایی از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک شاهد بارش برف بوده است. یک روز قبل از آن نیز نخستین برف سال جاری در ولسوالی ناور ولایت غزنی گزارش شده بود. این بارش ها در حال رخ میدهد که بسیاری از ولایت های مرکزی کشور وارد فصل سرد سال شده و پیش بینی می شود سردی هوا در روزهای آینده افزایش یابد. شماری از کهنه سربازان نیروهای ویژه امریکا میگویند برخورد یکسان با همه افغانهایی که به نیروهای امریکایی کمک کردند منصفانه نیست و خواستار حمایت دولت از پناهجویان افغان شدند. آنها هشدار دادند که نحو برخورد واشنگتن میتواند بر همکاری‌های آینده مردم با امریکا تاثیر بگذارد. این اظهارات پس از آن مطرح شده که رحمان الله لکنوال شهروند افغان اخیراً به 2 عضو گارد ملی امریکا شلیک کرده و سابقه مشکلات روانی همچنان داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نریندرا مودی نخست وزیر هند مذاکرات رسمی خود را در دهلی نو آغاز کردند. پیش از این دو رهبر یک دیدار غیر رسمی بیش از 2.5 ساعت داشتند. جزئیات دقیق مذاکرات هنوز مشخص نیست، اما انتظار می رود توافق‌های جدید برای گسترش همکاری‌های دوجانبه به امضا برسد. جدی ونس معاون رئیس جمهور امریکا اعلام کرده واشنگتن امیدوار است تا چند هفته آینده خبرهای مثبت درباره حل و فصل مناقشه اوکراین منتشر شود. او تاکید کرده است که مذاکرات پیشرفت‌های داشته اما هنوز
به پایان نرسیده است. این اظهارات پس از دیدار 5 ساعته پوتین با نمایندگان امریکایی و بررسی 4 سند مرتبط به طرح صلح امریکا مطرح شده است. پایان خبرهای این ساعت. از یک وقتتان خوش. خدا نگهدار.